مولانا میگه جان و دلم ساکن است، زان که دل و جانم اوست. قافله ام ایمن است، قافله سالارم اوست. یعنی چی؟ فرض کنید کسی در قافله ای مسافره، در قافله ای در راهه و قافله سالاری داره که این قافله سالار توانمند، قدرتمند، با وجود او ترس و تشویشی از دزد و راهزن نیست، با وجود او ترس و نگرانی از گم شدن و حوادث نیست. چون این چیزی گویی در این جهان هستی من در قافله‌ای هستم که قافله سالاری داره. یعنی زندگی خدامحور، زندگی ایمانی همچین ویژگی داره، در قافله‌ای بودن که قافله سالاری داره. قافله هم ایمن است، قافله سالارم اوست. و بعد اینکه من قافله سالاری دارم که به او اعتماد دارم و با تکیه بر قدرت و اراده و علم و آگاهی او خودم رو ایمن میامم. مولانا در پاره اول بیت میگه که جان و دلم ساکن است، زان که دل و جانم اوست. ساکن بودن جان و دل همون سکون درون، آرامش درون. وقتی او دل و جان منه، جان و دلم ساکنه، آرامه. وقتی او قافله سالار منه، قافله‌ام ایمن است. و دقیقا همون بیتی که در غزل دیگر هست که میگه ایمنیم از دزد و مکر راهزن، زان که چون زر در حرمدان توییم.